برای طراحی آبرنگی اول باید بیسمون حتما قبل از کار مات باشه. رنگ مورد نظرمون رو خیلی غلیظ 2 تا خط به این شکل میذاریم جایی که میخوایم گلبرگامون باشه. بعدش با خیسی آب گلبرگا رو جوری که دوست داریم پخش میکنیم. این که میخواین گلبرگتون چقدر بزرگ باشه دست خودتونه. هر جور که شما بخواین که پخش بشه. با قلم کاملا خشک خیسی اضافه طرح رو میگیریم که این خط آبرنگمون کاملا مشخص باشه. من میخوام یه گلبرگ سبزم کنار گلمون اضافه کنم. با یه کاملا غلیظ گلبرگ رو میکشم. بعد با یه کم قلم خیستم کم رنگش میکنم که فرم آبرنگی رو بهمون کامل بده. هر چقدر که بخواین میتونید این کارا رو تکرار بکنید به تعدادی که میخواین گلتون گلبرگ داشته باشه. بعد از اتمام کارمون هم دوباره روی کار تاپ شاین می‌ذاریم تا براق بشه.